سلام به همه، خیلی خوش اومدید به چنل حسین مگنیتو. اومدم با 3 نکته مثبت 3 نکته منفی از راه این هفته. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، ساب یادت نره و ممنون میشم ازت که به رفقای رسلینگ فنت چنل منو معرفی کنی تا روز به روز بزرگتر بشیم. پس برو بریم. نکته مثبت اول برای من بازگشت بودالاس به رینگه. بعد از مسابقه آیوی نایل و مکسین دوپری، امریکن مید دوره شد توسط وایت سیکس و بعد از اینکه اعضای وایت سیکس تمام اعضای امریکن مید رو از رینگ خارج کردن و فقط چد گیبل تنها موند که دوره شده بود، یه سیستر ابیگیل از بودالاس خورد و من واقعا خوشحالم که بودالاس رو ما هفته بعد تو رینگ میبینیم مقابل چد گیبل و از الان فکر کنم یکی نکته مثبت هفته بعد همین مسابقه باید باشه، چون بودالاس کسی که خب خیلی زیر سایه اولا برادرش بود و اینکه فکر کنم بعد از 5 سال داره تو رینگ WWE مسابقه میده و واقعا رسلر با پتانسیلیه و این حالت داستانی که پیدا کرده با وایت سیکس به عنوان لیدر وایت سیکس، نه آنکل هودی که حالا کنار دست بری وایت باشه، برای من جذابه. ببینم اون قدرت لیدریش تا چه حده و تا چه حدی بودالاس میتونه رهبری کنه این داستان و این حالا گروه رو. این نکته مثبت اول بود برای من و بریم سراغ نکته مثبت دوم. نکته مثبت دومی که مسابقه استراب مچ بین پانک و مکینتایره. مسابقه استراب مچ به طور کلی اگه من بخوام بهتون بگم کانسپتش اینجوریه که با یک پارچه که نه، البته با یک تناب چرمی دور دست دوتا رسلر بسته میشه، اینجوری یه دست این ور یه دست این ور، و این استرپ ها به اصطلاح جوریه که اگر اون رسلر یکیشون از دستش خارج کنه دیکیو میشه، اصطلاحاً دیسکوالیفای میشه و مسابقه رو میبازه. ما این رو توی مسابقه هلیناسل مچ بین کودی و ست دیدیم، ولی کلا در کل استرپ مچ حالت بیسیک و قدیمیش اینجوریه که 4 گوشه رینگ 4 تا زنگوله یا حالا چراغ یا هر چی میذارن که رسلری که بتونه هر 4 تا رو بزنه برنده مسابقه میشه، که ما این رو الان عکسش رو میبینید. شیمس و مارک هنری سال 2012 انجامش دادن، ولی خود پانک گفت که من این مدل استرپ مچ رو نمیخوام. استرپ مچی که میبینیم نوعیه که خود مکینتایر توی 1.5 سال اخیر انجام داد با کریان کراس، استرپ مچ اون شکلی که حالا اونجا اسکارلت دخالت کرد و چیزای دیگه اتفاق افتاد، ولی اینجا به نظر من یه استرپ مچ خیلی سطح بشین برلین رو میبره بالا. یعنی بشین برلینی که میکس مچ توشه و کودی قراره با تختی زمانه کوین اوونز که نمیخواست، میگفت نه من تایتل مچ نمیخوام مسابقه بده، این استرپ مچ سطح پیپرویو رو میبره بالا به نظرم و انتخاب درستی بود که سینگل وان آن وان انجام نمیشه بین پانک و درو و این به نظرم خیلی مثبته که ما یک مچ گیمیک دار میبینیم توی این پیپرویو بین این فیود که راند 2 و من فکر میکنم به احتمال خیلی زیادی راند 3 هم داره که شاید توی بد بلاد باشه، هلیناسل مچ، چیزی که خیلی حرفش زده میشه این چند وقت و چرا که نه. این به نظرم برای راند 2 یه راند 2 فوق العاده است که حالا تو ویدئوی پیش بینی بشین برلین که نزدیکش بشیم من میگم که به نظرم کی میبره کی میبازه و اینا. این نکته مثبت دوم بود به نظر من که از پرومو پانک شروع شد که حالا درو هم اومد و خیلی پروموهای خوبی هم کات کردن هر دو. بریم سراغ نکته سوم مثبت. نکته مثبت سوم برای من تورنمنت اینترکانتیننتال بود برای کمربندی که دست بران بریکره. تورنمنتی که اتفاقا خیلی برای من هایپ شد. چرا؟ چون که جی اوسو اعلام کرد که توی تورنمنت هست. واقعا جی اوسو اعلام کرد تو تورنمنت هست و واقعا برای من جذابه که ببینم آخر این تورنمنتی که شروعش از هفته بعد راهه، از شروع بعدی شروع میشه، چه اتفاقی میفته و فکر کنم تو بشین برلین قراره انجام بشه فینالی که حالا قراره برندش مقابل بران بریکر باشه یا شاید برندش مقابل بران در بشین برلین، نمیدونیم. این رو من واقعا هرچیم گشتم پیدا نکردم. اگر میدونی که برندش قراره کی جلوی بران بریکر مسابقه بده، تو راه قبل از بشین برلین، تو خود برلین یا بعدش، تو راه بعدش، حتما تو کامنت ها بهم بگو
ولی این تورنمنت خیلی خوبیه. یعنی این راستر پر را که شو 3 ساعته رو میچرخونه با ایلیا و جیوسو خود چد گیبل و بقیه به نظرم میتونه این تورنمنت خوبو داشته باشن. جا داره از شیمس هم یک یادی بکنیم، مثلا آنربل منشنمون باشه، یه لوح تقدیری بهش بدیم که شیمس و پیت دان هم یه مچ فوق العاده دادن تو این شو و میتونن توی اون تورنمنت هم واقعا یه 10 از 10 خلق بکنن توی رینگ حداقل. و این نکته سوم مثبت بود برای من. اگر نکته مثبت دیگه‌ای به نظرت بوده که تو این ویدیو تو این 3 نکته گفته نشده تو کامنت‌ها بهم بگو. بریم سراغ نکته منفی. نکته منفی اول برای من خب جاجمنت دیه. یعنی جاجمنت دی که تعدادش از تگ تیم تی تگ تیم حالا ریا ریپلی و دیمیان پریست بیشتره، خیلی دلغکانه دارن رفتار میکنن و بوک میشن. یعنی تو نمیتونی کارلیتو رو جدی بگیری، نه جیدی مکدونا رو هیچ وقت، این دوتا رو هیچ وقت نمیتونی جدی بگیری. و لیو مورگان که خود تایتل خودشو داره، دامینیک میستریو هم دیگه اون حالت هیلی رو به نظرم نداره که قبلا وقتی میخواست صحبت کنه آرنا اجازه نمیداد صداش به ما برسه که داریم از تلویزیون میبینیم، انقدر هو میشد، حالا به اصطلاح بو انجام میشد. و فکر کنم فین بلر الان تنها شخصیه که ما میتونیم تو جاجمنت دی جدیش بگیریم که اونم نه برای تایتل آیسی وارد شده، ما نمیدونیم حالا وارد میشه برای اون تورنمنت یا نه، و نه برای تایتل جهانی الان خیلی اسم جدی فین بلر تو این صف حالا دراز و طویلی که وجود داره. از این نظر برای من عجیبه واقعا. و این هفته هم دیدیم که یه بار دیگه یه درگیری بین ریا ریپلی و دیمیان پریست بود جلوی این جاجمنت دی جدید که اسمش هم میگن میخواسته عوض بشه به استریت ترش، که دیدن که نه خوب نیست واقعا و همین جاجمنت دی رو نگه داشتن. که این سری جاجمنت دی جدید ریا ریپلی و دیمیان پریست رو زدن و تو رینگ انداختن و این نوبتیه فعلا تا ببینیم تو برلین چه اتفاقی میفته. و بعدش من به شخص خیلی منتظرم ببینم پریست مقابل بلر چی میشه، چون میدونم توی رینگ که فوق العاده است، پروموی خوبی هم داره و فیود خیلی تراز و جالبی میتونه بشه. و بعدش ریا ریپلی هم بره سراغ لیو مورگان، تایتل رو ازش بگیره، ولی مسابقه سر تایتل داشته باشه تا ببینیم راستر زنا چه اتفاقی براش میفته، که اگر جا داشته باشه براش ویدیو جدا میسازم. بریم سراغ نکته منفی دوم. نکته منفی دوم برای من آینده نامعلوم پت مکافی بود. پت مکافی گزارشگری که کنار مایکل کول میشینه در شوهای را و تو پریمیوم لایو ایونت ها داریمش. خب تا اول ژانویه، یعنی تا اولین شو را که ما در نتفلیکس میبینیمش که جان سینا هم گفته که توی اون شو هست، ما پت مکافی رو نداریم که من به نظرم این نکته منفی میتونه برای را باشه. هر کسی بخواد کنار مایکل کولم باشه به نظرم اون شیمیه شکل نمیگیره. حالا کوری گریوز و وید برت تیم خوبی شدن برای اسمکدان و تیم پت مکافی و مایکل کولم 10 از 10 بودن توی را. تیکه کلامایی که پت مکافی میگه اگه شوها رو کامل ببینید واقعا به دل میشست. یه تفاوتی با مایکل کول داشت، تکمیل میکردن هم دیگه رو مثل یک پازل، ولی نداریمش تا ژانویه که دی ماه حساب میشه حالا حدودی برای ما. تا اون موقع نداریمش تا اولین شو را در نتفلیکس که به نظرم خیلی از مسائل پی جی و اینا هم دستش بازتر میشه. تا الان هم دستش خیلی بازه، اگر شوها رو کامل دیده باشید متوجه حرفم میشید. این نکته منفی دوم بود به نظرم. و نکته منفی سوم برای من که دوستم تو کامنت هم بگید که حالا این به نظرتون نکته منفی هست یا نه. به نظر من مسابقه تکراری برانسون رید و میز بود. مسابقه تکراری که این دفعه نو دیسکالیفیکیشن بود که صندلی و میز و چیزای دیگه هم توش بود مثل کندو استیک، ولی برای من تکراری بود و توجیه نداشت، چون میز اونقدری قدرتمند نشون داده نمیشه توی رینگ که بخواد حالا تهدیدی برای برانسون رید باشه و یه جوری نجات داد اون تیکه آخر این مسابقه. یعنی بعد از مسابقه که قرار بود دوباره بره برای 5 تا 6 تا سونامی زدن روی میز برانسون رید و قرار بود دمیز رو هم بفرسته کنار آرتروت و سث رولینز، ولی این اتفاق نیفتاد و یه غول دیگه به اصطلاح جلوش اومد، بران استرومن. و من دوست داشتم این هفته بران استرومن جلو برانسون رید ببینم،
نه اینکه تازه این تیزر تحویلمون بدن این مسابقه رو، که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. این 3 نکته مثبت، 3 نکته منفی از نظر من بود برای شو این هفته را. اگر از این ویدیو خوشت اومده تا اینجا همراه من بودی، لایک، کامنت، ساب یادت نره و خیلی برام مهمه نظرت که تو کامنت ها بگی، ایرادی، نقدی، نقد مثبت، نقد منفی، هر چیزی که هست، و به رفیقای رسلینگ فنت هم حتما معرفی کن و ویدیو رو بفرست، بگو ببین اگر خوشت اومد ساب کن. تا ویدیوی بعدی، فعلا.